چرا بعد از هر نماز خوندی 3 بار میگی استغفر الله استغفر الله استغفر الله؟ مگر نماز کار بدی است که استغفار داری میکنید؟ شما میخواهید نماز ناقصتون رو با معذرت خواهی که خدایا نمیدونم این نماز شایسته تو هست یا نه، این ذکر من شایسته تو هست یا نه، این تلاوت من شایسته تو هست یا نه. شما میخواهید با این 3 بار معذرت خواهی شکرتون و نمازتون رو کامل بکنید و به خدا عرضه بکنید، نه اینکه این 2 رکعت نمازتون رو به رخ خداوند بکشید. نیاز ما تشکر از خداست. خدا همه چی داده. امروز فقیرترینش سیرترینه با مقایسه به گذشته. امروز زمین خیرات و برکاتش داره بیرون میریزه. هر چیز زمین داره در آخر زمان بیرون میریزه. عروسی فقیرم شرکت میکنی درش اسراف میبینید. عروس خانم فقیرم 20 دست لباس تو چمدونش هست. داماد فقیرم یک پژویی در وز گرفته یا پژویی از کسی عاریت گرفته گلکاری کرده روش. طرف نان نداره بخوره، پیاز میخوره که اشتهاش باز بشه. امروز فقر دیگر و نیاز دیگر دامنگیر ما شده. هرچی نیازهای دنیوی و مادیمون برآورده میشه کوچکتر میشیم در نظر خدا. خیلی حرفا طوری میخوام جلوه بدیم که در نظر خلق خدا و همسایگان و همشهریامون بزرگ جلوه پیدا بکنیم، ولی غافل از اون که روز به روز در نظر خداوند و فرشتگان خداوند که خوبیهای ما و نیتهای ما و کارهای خیر ما را می‌نویسن روز به روز کوچکتر میشویم. 2 نفر بیشتر وجود نداره. کوچک نیستی. چرا با معصیت خدا خودمون رو کوچک میکنیم؟ 2 نفر فقط. یکی ذات الله هست، دوم انسان است، فرمانده و جانشینش. کسی دیگر هست؟ الله گفته من بعد از من نفر دوم جانشین من. جانشین الله کیه؟ جبرائیل. انسانه. این موقعیت رو شما تشخیص داده بودید که شما چه موقعیتی دارید، چه حرمتی دارید و همیشه قدرت فرمانده به جانشینش منتقل میشه. جانشین یعنی کسی که حق امضا رو داره، یعنی فرمانده بهش حق امضا داده. جبرائیل که سفیره، نگفته جبرائیل جانشین منه، جبرائیل سفیره. انسان جانشینه و خلیفه است. این انسان به کجا داره میره؟ اگر جانشین فرمانده خیانت بکنه چه چیزی رو باید انتظار داشته باشه؟ گله از خدا نکنیم، از خداوند معذرت خواهی بکنیم، چیزی دیگر مطالبه نکنیم. نطلبیده خدا داده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. از خداوند بطلبیم که یک بار دیگه ما رو تحویل بگیره، ولی امروزه برعکس شده. خداوند التماس بنده میکنه ما رو تحویل بگیر. بابا باور بکنید اینطوری شده. خداوند به اون عظمتش میگه بابا ما رو تحویل بگیرید. به یه شرابخوار میگه ما رو تحویل بگیرید، توبه بکن بابا. به یک بی‌حجاب میگه بابا بسه بابا. به یک رباخوار مسلمان میگه بسه بابا، به حلال نشدی، بسه. در به در دنبال بندگانشه. ما باید التماس خدا بکنیم ما رو تحویل بگیر. یه بار دیگه قلم عفو بکش. الله در به در. فرشته میخواد گناهان بنویسه، اون یکی خواهش میکنه دیگه 20 ساعت صبر کن، الان توبه میکنه، من میشناسمش، این گولش زدن، این فلان کرده، من این آدم خوبیه، فریب خورده، الان توبه میکنه. شما یکم تحمل بکنید الان توبه میکنه. سبحان الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وصف خوشحالی زائد الوصف رب العالمین میکنه وقتی یک بنده توبه میکنه. میگه تصور بکنید که یک نفر با شترش مشک آبش هم گذاشته روش، طعام و توشش گذاشته روی شترش، در بیابان داره میره، آفتاب سوزان اونو میسوزونه، میرسه به یک درخت کهوری یا کناری یا به یک درختی سایه‌ای در بیابان، غنیمت میشوره، زیر اون سایه استراحت میکنه، دستش زیر سرش، مشک آب و توشه غذای راهش روی شترش، شتر رو رها میکنه که همین داره برا بچرخه. وقتی بیدار میشه که شتر نیست، آبم نیست، توشه هم نیست، دست به سرش میزنه و بهش فشار میاد تو این بر برهوت آب و غذاش رو شتر بود، شترم رفته. همینجا راضی میشه به رضای خدا و توکل به خدا میکنه و تقریبا
فکر میکنه که دیگه مرگش حتمی است و همونجا چشمش یا دلش خواب میره. یک دفعه بیدار میشه، میبینه که شترش بالای سرش ایستاده اونو بو میکنه. از خوشحالی بلند میشه، دوباره حیات پیدا میکنه، میگه خدایا تو عبد منی و من رب تو. از خوشحالی اشتباه میکنه. پیامبر میفرمایند الله سبحانه و تعالی به بازگشت بندهش و توبه نصوح بندهش از این کسی که شترش گم کرده و این همه خوشحال شده بود که القاب و جابجا کرد خوشحال تر میشه. در احادیث وارد شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در وقت سحر که میشه خداوند از بالای عرشش میاد آسمان دنیا و صدا میزنه هل من مستغفرن، هل من مستغفرن، هل من سائلن. سه تا صدا میزنه، هل من سائلن، هل من مستغفرن، هل من داعن. آیا سوال کننده‌ای هست که این نصف شب من حاجتشو برآورده بکنم، خواستش رو اجابت بکنم؟ آیا توبه کننده‌ای هست که من قلم عفو بر گناهانش بکشم؟ آیا استغفار کننده‌ای هست که پی برده به اشتباهش من اشتباهاشو نادیده بگیرم و مغفرتم شامل حالش کنم؟ صدا میزنه. در روایات دیگر وارد شده که خداوند اول هر روز آغوششو باز میکنه تا اینکه گناهکار شب در اول روز جدید توبه بکنه و اون روز را با توبه استقبال بکنه و اول شب که میشه دوباره آغوشش باز میکنه، التماس بندگانش میکنه که آیا گناهکار روز هست که امشب شب جدیدیه، حداقل شبشو با توبه صبری کنه و شبشو چه به دست بیاره، شبشو مثل روزش از دست نده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی اول هر روز و اول هر شب سید الاستغفار بخواند، اعتقاد داشته باشد، به محتواش عمل بکند، اون روز یا اون شب بمیرد مستقیم بهشتیه. اللهم انت ربی خلقتنی و انا عبدک و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. از مدرسه دینی بپرسید سید الاستغفار چیه؟ آقای استغفارها. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند این سید الاستغفار ردخور ندارد. یک بار کافیه که اول شب وقتی که شب را استقبال میکنی بعد از نماز مغرب شبت را با سید